Комиссар Азим? Комиссарам? Вай. اینقدر سالها گذشت. بخیر است؟ کمتر کار داشتم. این کس اولین راهبری من بود. اما چی خیر راهبر. همه نازیک‌های این کار رو به من این کس آموختند. بله، همه تانو پلیسای خوب بودید، ولی سراسیمه. اگر یگان یاری در کار باشد کمیسر؟ نه تشکر، آنقدر کاری مهم نیست. معلم، در مکتب همه گپ شما رو میگویند. میدانم. هرچی زودتر این کار رو حل کردنم لازم. آخر هیچ کس از شما باوری نداشت. یعنی شما با پینور خانم؟ التماس اقلا شما اینطور نگوید. بگاه در حضور جمالمک همش رو میفهمونم، قول میدیم. من در شما باور میکنم، اما حاضر خوبتر میبود که به مکتب بر نگردید. کمیسر با ما یک پیاله چای می‌نوشید. برادرها، کار دارم آخر. قول میدیم که به شما اومده، البته خبر میگیرم. اگر نامدد خفه میشوم. قول دادم کو. مایلش کمیسر، ما انتظاریم. سلام، نزد علی گتالو آمدم، در مکتب باشد. شما کی هستید؟ من یک خیش دورشم. معلم علی حاضر رفتند. ای خدا، کجا رفته باشد؟ می آمده باشد؟ با فکرم امروز نمی آیند. او را البته دیدنم لازم. اون کس پگاه در مکتب می شود. پگاه؟ من او را باید امروز حتما ببینم آخر. ببخشید، نمیدونم که لطفاً کاری مهم دارم، مسئله حیات و ممات. بگو باید نزد بابایم بیایند، اما انیق نمیدونم که می آیند یا نه. لطفاً ثواب میگیرید، از شما خواهش. رقم تلفنش را میدید؟ 530. پلیس حقیقی بود، اما بعد در کار رشوه ستان از وظیفه سبکدوش کرده شد. هیچ کس از او باوری نداشت، اما حیران شده. انا همین خیلی جوره. در کجای گلشاه؟ در کجای؟ تلفن در مکتب مانده است. چه شد نفهمیدم. چه خیلی فریب خوردم. استاد، ممکن نادرست فهمیدید. پینار خانم با این خیلی زن مانند نیست. انا تلفنش حاضر میبینیم. اگر بینشان چیزی باشد حتما با او گپ زده است یا پیغامی فرستاده است. اینجا چی گپ؟ ای دلنده هده همزه کنشون از این پیغام خیلی زیادن. انا اینش رو گوش کنید. اینقدر کور بوده نمیتوانی پینار هر همه دیگرش. برای چی از من میگریزی؟ تنها با تو صحبت کردن میخواهم. به همه این چی میگوید معلم؟ یا باز میگوید که نادرست فهمیدم همش را؟ من تنها با یک کس عاشق شدم. دیدید؟ پینار باشد. دو کس رو احمق کرده. شد خاموشه. پینار اگر کمی نظر قدر داشته باشم لطفاً یک بار من را گوش کن. وای استاد علی در حقیقت خبکی تگی تبا. برادر من هم باور نداشتم، اما بعد این پیغام ها سخن ها دیگر یه جای شبه نیست. خودش چی گپ؟ که همه بسین در روید زود. معلم این بیگاه یک جای خوراک خوریم چی؟ گوش کن برق، یک دفعه به تو وعده داده بودم، سببش معلوم بود. دیگر اسد نگذرون. بین هم تبم خیره، تو رو رنجوندنم ممکن. چه ببخشید، اما چرا اینقدر غمگینید؟ برای واقعه های امروزه فهمیدم، لیکن آخر همش معلوم شد. استاد علی هم آدمی خوب نبوده است. برای این غمگین شدن لازم نیست. تو حق نداری درباره استاد علی چون این سخنها گویی. فهمیدی؟ او در مکتب یکی از بهترین هاست. چرا شما او رو پشتیبانی میکنید؟ برای گناهکار بودنش آنچه که ما دیدیم کافی نیست. چون که او را بسیار خوب میدانم. میدانی اگر برای این کارها به معلمیش ضرری رسد خوب نمیشود.
اگر با معلمیش ضرری رسد هم اون میرسد. ببخشید استاد. استاد آزان رو مدیر نزدش دعوت کرده استاد است. مایلش استاد آزان مدیر شما رو نزدش دعوت میکنند. استاد آزان رو دعوت کردم اما استاد علی رو ندیدم. در مکتب نیستند. استاد علی کجا رفته است؟ این من گفتم که به مکتب نآیند. به این هم فشارشون بلند. تو؟ اگر می آمدن باز یکون حادثه روی میداد. به این هم حالشون بد. با تو چی غمگین بودن یا نبودن یک کسو باید پیش از این کارها را کردن فکر میکرد. آخر اینجا اشتباه است. استاد علی این کارو کردن نمیتوانند. نمیتوانند؟ از کجا میدانی؟ چون که آخر استاد علی این خیلی انسان نیستند. این را تنها تو میدانی. استاد آزن در مکتب داد و فیغان بردارند، مکتب را با پا خیزانند، اما تنها تو میدانی او را. برای آنکه تنها من او را خوب میشناسم. من میدانم که آن کس این گونه انسان نیست. بس شد. دیگر اینجا آمده او را پشتیبانی نکن. اما آن کس را از روزی به این مکتب آمدنشان نپسندیدید. بیا. چینه استاد آزن؟ تو بیرون برا. مرا ببخشید. میدونم کاری خوب نکردم اما مرا هم بفهمید. چی را فهمم؟ چی را میفهمونید؟ نخود شما این طور کنید استاد آزم. خود را به این حالت گرفتار کنید. یک بار خودتون رو با جای من گذارید. شما میشونید چی کار میکردید؟ اینجا جای گپ نیست گفته پرتافته میرفتید. آخر ما توی میشودیم. همش تیار بود. آرزو داشتم. شد استاد آزم شد. بعد این مسئله را گپ میزنیم. کمتر به خود آیید. هر روز به سرمو یک بلا میارد. با فکر من اگر مفاقاتشان ساز میشد نه؟ ها بله. اما کیم چی هست اینجا لیکن فهمیدن نمیتونم. اول قهرم آمد اما بعد کمی فکر کردن آخر استاد علی این خیلی نیستن کو. مراد درست میگوید. از همه باوری هست اما از استاد علی نه. این طور باشد چرا استاد آزن اینقدر داد و فیغان برداشت؟ چی خیلی معلوم بود است؟ در سین از راستی حقیقت انسانیت لق میکند و بعد رفته با دختری فورتیا شده میچسبد. فهمیدی؟ گذشتگانمون بهوده نگفتن. از آدمی خپک ترسیدن لازم. استاد علی که سرخم بود. فقط به چشمانمون مینگریست. این را انکار کردن لازم نیست. دمت را گیر فیلسوف. به چشمانمون نگاه کرده کارش رو میکرده است. فهمیدی اکنون؟ در کجا میگردیم نمایی؟ از قفای کار برادر این کار خیلی جدی است. با تلفن با او پیغام‌های عاشقانه میفرستاده است. از روزی آمدنت تمام مکتب روزی خوش را ندیده است. حاضر باز گپ زنی. چیست دادی؟ چیست دادی؟ کنی زن کنی؟ باشی. گلشان اکا جون برای چی به همه گفته نمیتوانیم که ما اکای خواهر هستیم؟ نمیتوانی، نباید فهمد.
از کی میترسی؟ نمیفهمم. اکا این خیلی مهم است. خواهش میکنم کسی نفهمد. مایلش اکا جون؟ مایلش. قول میدی؟ قول میدیم. اما این کار ما رو به حالت ناگوار دچار میکنه. همه خطا فهمیدن. همه‌اش میگذرد. بعد اینقدر جدایی به هم رسیده. نمیخوام به شما ضرری رسد. اکا جون. خیر گریه نکن جانم. تا بگاه وقت است. این کار باید به انجام رسد. این کی باشد؟ پینور عجبا تلفن از سرت ماند. هی! استاد آرام شوید استاد. استاد کمتر صبر کنید. کار خوب معلوم شود. انتظار شوید. کنی رفتیم دستوریتان را شوید. رفتیم. خیز. تلفن موبیلی مشتری موقتا. کار با بگاه من دیگه چاره نیست. الو جناب کظیم، برای قرض به مرخونه که برای پسرتون خرج کرده بودید زنگ میزنم. میدونم خانم، میسپارم. هفته گذشته هم همین طور گفته بودید، اما اگر طول 3 روز نسپرید. فهمیدم. خواطر نشوید. در وقت خیلی کوتاه البته میسپارم. با عروسی تو هم تاثیر رساند چی؟ برادر باز معلمه ملک به علی ننشته باشه؟ با این کار اصلا اجازت نمیدهم. گویا از تو اجازت میپرسیده باشه. حاجت به اجازت پرسی نمیماند. استاد علی به خانه میرود. خیر چی نقشه داری؟ اول طلبه ها را، بعد والدین را و باز مفتش ها را به پا میخیزانیم. چی میشود؟ استاد علی به دههش برمیگردن. از مرد دانه بودنت رو میدانستم. میدانستم. چی نگاه داره؟ همه بسیبش در آید. زود! ایستید منوزر. استاد میدونم وقتی اون نیست، اما بخیر باشد. تشکر. بسیار چی فکر میکردم، اما تا این درجه نامرد و بدفعل بودن استاد علی رو تخمین نمیکردم. کاری تو چی؟ من یعنی ممکن در این کار به شما مدد کنم. گوش کن، به این کاردار نشو. فهمیدی؟ من هم از او قصد دارم. چرا؟ مسئله شخصی. کاش که تو هم می آمدی. با که یه شرط تشکر می گفتیم. من به گاه می آیم. خودم رو بطیس می کنم. سلامم رو رسانید. مایلش. تلفنم رو در مکتب فراموش کردم. پگاه می گیرم. مایلش نازم. اکا خواطر نشو پینار جان. به هیچ کس نمی گویم. افسوس پدرش تو حال ناآمده است. خدایا ممکن پول نداشتگید. چند دفعه پسرشون رو پرتofته رفتن. بین پول نسپریده از گفته کودک رو به اینجا پرتفتند. همو حیف کودک. باید زودتر خونش رو عوض کنیم. پدرش رو نمی پرتاید. پدرم البته می آیند. کامون البته می آید جانکم. مراد یک جا می رویم. من با ماش می روم. من با تو روم تماشا می کنم. مراد می رویم. بله بله دیر می کنیم. رفتیم زودتر رویم. باز دیر نکنیم. مراد اینقدر یک روی.
خوش آمدی پینور. اوزن چی خیل بود؟ با تو چی شد دخترم؟ ما جدا شده موچه. چی؟ امروز خوب می نماید شرکه. احوالم بد است استاد علی. چرا اکا؟ دکتر چی گفت؟ سرطان. یعنی چی می شود؟ اکنون چی باید کرد؟ جراحی. اما به فکرم با آن روز هم نمیرسم. در حال ناامید نشوید یا شرکه. من با مغازه می روم. خواستنی دارید؟ تشکر. خدا شفا دهد. برای چی آمدی نسرین؟ چرا نمایم؟ به تو گفته بودم که نه، شدنی شد. همش گذشت. بله. من تو را دوست داشته خانه دار شدم، اما بعد همش برعکس شد. ایواز شد. جدا شدیم. درد رو فرزندایمان کشیدند. من اویلم را میخواهم. آنها را بسیار یاد کردم. نسرین، قول میدی که دیگر آنها را پرتفته نمیروی؟ بله. آنها به تو بسیار احتیاج دارند. بعدی من آنها به تو امانت. این خیل نگوی. نه، وقتی من گذشت. رب دل فرزند ها رو یا اول از نرگس را. استاد کمی صحبت میکنیم. همینش نمیرسید. باز قهر و ناز میکنند. با پدری آزان گپ زدم. واهمه نکنو چه؟ بین آزان و پدرش نافهمی است. بین بهانه جسته به فاتحه نآمد. نافهمی است؟ اما او را خوب نظارت میکند. همچون نگهبره که چشم نگاه میدارد. و چی؟ تو در حقیقت بی عقلی پسرم. او هم آدمی بای و هم از ما قرض دار. پینور پسرش رو از مرگ نجات داد. فرزندش رو نجات داد. بعد التماس کردند که نیمی قرض شرکتمان را بدهد. اینی؟ البته این پیش از جدا شوی پینور و زن بود. اگر آنها یک جای نشوند این کار برار نمیگیرد. اکنون چی میشود؟ همه خوب میشود. اوف. Marto, kani Maleš, isto. رفیق میلی فرقان چی کسل دارد؟ کانی؟ نهایت بیماری وزنی در عوض کردن خون افلاس وجودش عذاب میدهد. پارتو لیکن باید خونش را عوض کنیم. وای خدا. بدیش اینجا که پدرش به بیمارخانه پول لازمی را سپاریده نمیتواند. به فکر میخیل دوام داده نمیتوانیم. کاش که یکون راهش باشد. افسوس که بعضن چقدره که برای نجات دادن کوشش نکنیم از دستمون چیزی نمی آید. بیاید شما هم با ما بازی کنه. مایلش؟ دخترم سال هاست یک دیگر رو دوست می‌داریم.
نخود برای یک کاری ناچیز جدا شوید. چه خیلی کاری ناچیز؟ آخر در نزد تمامی مکتب مرا شرمنده کرد. شرمنده شدم. کنی فهمون؟ نفهمیدم من. کاری شدنی شد. همش تمام. دخترم دیر زکک برای یک نفهمی جانی بچه بیچاره رو به نوک بینیش آوردی. او چی کار کرد؟ از قفایم دوید. خیر تو چرا این کارو نکردی؟ نمیشه. میشود دخترم. اگر توی را در حقیقت همچون انسان حرمت کنی و دوست داری این کارو میکنی دخترم. یگان وقت هم به قدرم میرسی اما کنی چی رو پنهان کردی؟ اینجا که حالا هم عقلت ندر آمده است. قریب که از مکتب خارج بشدی به جایی که شکر کنی باز احمدی پاری نه؟ اوزن و پینور جدا شدند. استاد اوزن اکنون تنها ماند. یعنی در حقیقت دیوانه شدی. دمت را گیر وگرنه از گوشهایت کشال میکنم. بس کودک ها یک دقیقه آرام شینید. تو هم بس کن تینگک رو. یک دم آرام شینید. بیبی چی مقصده کرد؟ با من چی کار داره؟ چی کار داره؟ بیزار کرده تو؟ ایستید نکشاید من خودم میکشایم. سلام حسنی خانم در اومدن ممکن است؟ دروید جانکم. باز کی باشد؟ با کدام روی باز اینجا آمدی؟ اوزن مرا گوش کن. باری آخر اگر باورم نکنی قول میدیم دیگر نمیایم. التجا میکنم باری آخر مرا گوش کن. چی میخوایی زود گپ زن؟ من وقت زیادتی ندارم. اوزن همه‌اش رو نادرست فهمید. بین من و استاد علی اون چیزی که تو میپنداری نیست. همینطور؟ خب چگونه نزدیکی دارید نباشد؟ یعنی ما رفیقیم. تلفنش رو دیدم. همه آن پیغام های رفیقانه رو نیست. نه خود اونقدر رزیل باشم که تو رو فریب دهم. مرا حالو هم نشناخته ای. افسوس که نشناختم. نه بیهوده رشک میکنی آخر. تو رو فریب ندادم. با کسی با غرض نگاه نمیکنم. درباره علی چی میگویی؟ نگو که رفیقم است. نباشد قسم میخورم که یگان بلا رو به سر میارم. این رو فهموندن مشکل اما نادرست میفهمی تو همه رو. مادامی که من نادرست فهمیدم با من قول ده که دیگر برای علی نمینگری. کنی قول ده؟ قول میدی ها؟ قول داده نمیتوانی. برو از اینجا. دفشا برو رم از اینجا. زمانه تو میگریونی مردان زنانه هم پیر هم جوانه. زمانه تو میگریونی مردان زنانه هم پیر هم جوانه. خدا از تو راضی شود حسنی خانم. تا امروز فرزندانی مرا صاحب شدی. آنها را مثل نبیره هایم دوست می‌دارم دخترم. اما من هم پیر شدم آخر. دیگر من آنها را پرستاری کرده نمی‌توانم. درست میگویی. یک روز اینجا و یک روز آنجا برای آنها هم مشکل. راست. خیر چیکار کنیم؟ اینها را به نظم گیرم. خودم نگاه کنم. به اینها مادری کنم.
دیگر در حیات هیچ کس ندارم. 10 تا اشکال بینه جونکا شمانی را ساز کرده جونم دخترم یک بار دیگر با نرگس گپ زنم. سلام علیکم. من سهر در مکتب خوش اقربای استاد علی. آمدنش لازم بود همینجا باشد. حالا نآمدند. به تلفنش جواب نمیدید. همینطور. خیر میلش میبخشید. ببخشید نامتون. اینجا پدرم آدمان بد رو میپرونند. فهمو. اینجا همه پرونند. انا اینجا همه پرونند. فرقان؟ فرقان دکتر ملک دخترم این کس کی باشد روی حوله انتظار است؟ حالا هم نرفته است. یک خویش استاد علی. علی بغیر از خواهرش دیگر درباره هیچ یکم خویشش نگفته بود. خدایا خیر کسی باشد او را به خانه دعوت کن. مهمان را پسی در نمیگذارند. دعوت کن. فشارش چی خیلی؟ فرو آمده است. شد. زود خون دادن لازم. عاجلا 5 کپ خون لازم. مایلش. زود باشید. آرام شو نرگس، دکتران معاینه میکنن همین جان. ترسیدن لازم نیست. استاد آخر حالا خورد است. مرحمت. زحمت کشیدید. تشکر. آش شود برادر. عادتی ما در بیرون نه بلکه در درون انتظار شدن است. با برادرمان علی چی خویشی دارد؟ خویشی دورش هستم. اینجا معلمی کار کردنش را فهمیده همانو به زیارتش آمدم. بسیار خوب. با عائله علی شناسی دارد. این طور باشد پدرش را میشناسید؟ آنها را زیاد دیده نمیتوانستم از سرکاری و کم وقتی. چه خیلی کم بوده است. با بانک خبر داده بودم امروز باید میفرستادند. چرا نفرستادند؟ زود خبر دهید. زود. خوب شده است. ای خدا، ای خدا، این نمود خون را از کجا میافته باشیم؟ دکتر خونی من موافق است. برای دادن خون به فرقان تیارم. تصادفاً فهمیدم و گفتم که علی را باید بینم. در اصل در حیات آن واقعه هایی که پیش نظرمون می آیند از سبب آنکه تمام حادثه را دیده نمی توانیم تصادف گمان میکنیم، بلکه تصادف نبوده توقفند. یعنی خداوند آن حادثه و واقعه را با ما موافقت میکند و به جای آنکه این چی تصادف است گفتن
عجبا حکمت این موافقت چی باشد گفته فکر کنیم اولاتر است. درست میگویید. کازیم پسرم به فکرم علی نمی آید. کارش برآمدگیست. فهمیدم. کمی دیگر انتظار شوم مبادا عیب نشود. الو؟ چیکار نیافتید؟ فرقان ساز است؟ حاضر می روم. من باید عاجلا به یک جا روم. برای همه چیز تشکر. در این قدر دنیای با نظام و با ترتیب جای به تصادف باشد. حالت بهتر است؟ برای تو وظیفه‌ام را ترک کردم. پشیمان نیستم. حالا باشد آدم میکشم. فقط که تو صحت شد پسرم. استاد درد کرد؟ نه، مثل گزیدن مورچه. در حقیقت از همه بهترینید. نرگس جان، با اجازه شما من میروم. تو هم میرفتی خوب بود. نه استاد، من کمتر بدتر میروم. روی سفید. خیر، نغزمانید. خدا حافظ. خدا حافظ. ترساندی مرا، ترساندی. سوز هستی میدهیک؟ شنو شود اپا نرگس این کس پدرشون امک یاشا. خدا شفا دهد. به شما نیز. رسمتون را از دستش نمیگذارد. من یک دکتر را بینم. چک؟ حالتش وزنی شد. خدا را شکر یک شناس را خونش موافق آمد. مشکلی نکشیدیم. خون را کی داد؟ تشکر گویم. برآمد. پگاه می آید. محترم دکتر، برای جمع کردن مبلغ کم ماند. طبابت پسرم را دوام بدید. مأموریت دیگر اجازه داده نمیتواند. قرضتون زیاد شده است. ببخشید. قریب شد. دیر پگاه حل می شود. شما پول را تیار کنید. تشکر به شما. هیچ گپ نه. خوش باشید. اوزن از قهر تلفنتون رو شکستم. مگر با این راه حل می شود؟
از معلم سر کرده تا طلبه ها همه همین حادثه رو نقل میکنند. میفهمم اما از دستم هیچ چیز نمیآید. شاید کمی روشنی میاندازید. نمیتوانم، اما اقلا شما مرا درست فهمید. قسم میخورم رشک بیهوده است. یعنی شما با پینار در حقیقت؟ مجبور نکنید، فهموندنش مشکل است. چای گرم بیارم. دست و پایم بسته از جمالمک. حتی با میلک فهمونده نمیتوانم. انسان چگونه نیت کرده باشد از نیتش میبیند. اگر دوست خطایی دوستش را بیند او را نه بلکه چشمانش را سرزنش میکند که چرا این رفتاری نامطلوب دوستش را دید. اگر عمل دوست خطا باشد ولی در آن سبب باشد چی؟ پسرم، انسان باید بیگناه باشد اما به زیر تهمت نیز خود را نباید گذارد تا او را دوستانش خطا نفهمند. حال من تماما دیگر. نه به دوست نه به دشمن دردم را بیان کرده نمیتوانم. در مکتب تو وظیفه دار هستی، مسئولی. اگر این حالت زود از بین نرود انسانها در مسئولیت و وظیفه ناقصی میجویند و گرگ‌های انسی این گونه هوای غبارآلود را دوست می‌دارند، همان فتنه می‌اندازند. بنابراین همیشه باید احتیاط باشی. خدایا از امتحان طاقت فرسا ما را نگهبان باش. آمین. بچه‌م در این نیمی شب چرا به بیرون میبرایی؟ بیبی با سر کرده ده و بس بدگی ساخی. دل و جگرم رو خوردی. بیزار شدم از دستی تو. بیا. جگربندانم کجا باشند؟ نسرین آمده بود هدیه آورد. باز چی میخواد این زن از ما؟ دخترم میدانم حالا هم از من خفایی، اما این طفلکان محتاج مهری مادرن، نه از من و نه از تو. جای آنها آغوش گرمی مادر است. نه حسنی خولا کنی دهت میگویم. نه نمیگم با هم و چم اوور. حالا باز نیورد او را دوست میدونم. نه نیست یکون خلوچه. زود روید لباساتون را عوض کنید. زود. چی؟ دخترم من هم از عهدهشان برآمده نمیتوانم. الکی عصبم نمیبردارد. یک روی را بس کن. مالش خودم نگاه میکنم. دیگر شما زحمت نکشید. دخترم نادرست نفهم. امروز کazim نام یک شخص آمده بود. میشناسی؟ نه نشنیدم. خیشی دورش میشوم گفت. نمیدونم جمالمک. هیچ در یادم نمی آید. با اجازت شما من میروم. با فکرم اگر امشب اینجا استراحت کنی خوب میشود. چرا؟ دلم اینطور میخواهد. مجبور نیستی اما اگر خواهشم را رد نکنی بسیار شاد میشوم. کجا شدی علی؟ تو خونات نمیایی؟ برای تلفن متشکرم. رقمت همون پیشتر است. ها رقمش همون است. ها خدا حافظ جمالمک. خداوند نگهبانت پسرم. علی. بله. دوای مصیبت صبر است. فراموش نکن.
حالا کارا حل شد؟ نه حالا نه. تو کار رو کشاله دادی. فکر کردم از دیگر رو بهتری. اگر نتوانی گویی که نمیتوانم من نفر دیگر رو شد. خواطر نشوید، امروز حل می شود. باید حجت های برادری پینو رو روان میکردی که بودنش رو میگفتی. این رو هم نکردی. اگه در روزنامه که بودنش رو میفهمی. خیر میبینیم. салом устод. салом. модарам боз барои гирифтани хоҳару додарам омад. ин дафъа кӯдакон низ рафтан мехоҳанд. оиди ин масъала баъди дарс гап мезанем. хуб, бубахшед маро, вақти ин масъала набуд. мусобиқаи имрӯза бароям хушно омад. намедонам. این مسئله با تو خیلی فایده رسوند. نه پروای مکتب دارم و نه پروای درس. استاد و زن تنها به نهایت خرسندم. همین که در اومد معلم بیناموس رو باب میکنیم. فهمو؟ درست. یک جای بابش میکنیم. میارزد البته. اکنون روزش رو میبینه. رفته شکایت هم میکنه. اکنون نقطه ضعیف رو گفتم. هجوم میکنند. این رو با همه فهموندن لازم. گویا که خودشون موسیقی بیگناه باشن. باز در اینجا درباره اخلاق گپ میزنن. شیطان میگوید که رفته دهان و بینیش رو هموار کن. با شیطان گوش نده. بینید حتی از شرمش با مکتب نامد. البته رویش نمیشود. کنی بینم مدیر در این خصوص چی میگفته باشد. سلام. سلام. من رفتم، درس هم سخت شد. و شما مشکل می شود؟ بله. استاد حسن با شما گپ زدن ممکن؟ با تو گپ زدن حیف است. دیگر برایم وجود نداری. آماده باشید میآید. زور می شود. باب میکنیم. سلام بچه ها، شنید؟ استاد درس را آغاز کنید. بله استاد، کم باشیم هم اینجاییم. چی شد؟ چرا از درس بر اومدید؟ اعتراض میکنه معلمه. وقتی که وی اینجاست معلم ملک به من نگاه نمی کند. استاد ممکن درایم؟ والا کی در آمدی کو؟ چی میخواهی؟ استاد مسئله استاد علی مرا ناراحت کرده استاد. من همچون طلبه نمیخوام که به من چون معلم درس بیاد و میخوام او از مکتب برونده شود. این خیل ها گفته پیش کرده نمیتوانیم از مکتب. چگونه ممکن؟ طور کی باشد امضا جمع میکنی با مفتش عریضه می نویسی. انا بعد یگون تشکری زیاد استاد.
برادران، ما به این مکتب برای آینده همان آمدیم. راهنمای ما کیستند؟ معلمان. اما معلمانمون در کدام احوالند؟ با چه کارها مشغول بودنشان را هممون شاهد شدیم. آیا با این درست همه خاموش میستیم؟ چشمانمون را میپوشیم؟ در دیگر مکتب ها رقیبان امتحانات ما با نظام و ترتیب درس میخوانند و ما باشیم و تماشای شرمندگی معلمان میبراییم. و این همه کار بیاید یک جای ایست گویم. بیایید امضاهایتان رو گذارید. چی میشود؟ البته درست کردن. همه یک جای امضا میگذاریم. اینها را روی میز مدیر میمونیم و بگذار اون طرف کار را خودی مدیر حل کند. بیکار نمی نشیند که تینجی؟ برادر برای بوفت بار آوردم. آیا نمیدونید که مدیر وقتی در آمدنتان را عوض کرد بگاه آیا نمیشود؟ التماس چه خیلی فهمانم. در تقسیمات دیر ماندم. امروز یک بلا کن دیگر تکرار نمیشود. زود برمیگردم. مایلش خیر درو تیز. درو این برق مرا در غضب آورد. راست طاقت من هم نموند. خطی راست. بله در حقیقت من با آشخانه میروم. یگان چیز بیارم. خطی راست. نه لازم نیست. تشکر. مایلش خطا میکنم. وقتی من خطا کردم دیگه که خطا است. جواب اینش چی؟ تو خودت از این با خبر هستی؟ میدانم. کزیمکه؟ نرگس اینجا میخوانی؟ من روم. با پدرم چیزی شد؟ نه پدرت خوب. من میخواستم پرسم تو اینجا استاد علی را میشناسی؟ بله با ما درس میدهد. حتی دیروز چی؟ پدر لباسهای چرکینش را روان کرد. آنها را گیریم بعد من با معلم کار دارم. مایلش آرام نترس. با تو کاری ندارم. اگر با تو یگان چی شود استاد علی به یاری تو می آید؟ نقص تشکر. نمیارزد. ببخشید نزد یشرسون میز اومدم. در آشیانه نهم 1219 حجره با لیفت برآمده میتوانید. تشکر. هیچ غم نیست. سلام. ناراحت نکردم؟ بیایید کنار خانم. بیایید مرحمت. من برای مینداری اومدم. در نزد خوبی های کرده تو ناچیز است. لطفا قبول کنید. چه خوبی کرده باشیم. خوش. سلامتیتون چه خیر؟ سلامتیم اونقدر نزده. دکتران امید ندارند.
یشرکه برایتون چی خدمت کنم؟ راستی دیگر بهری من خدمتم بیهوده است، اما اینجا فرقان است. مادرش فوتیده است، وضعیت مالی پدرش هم خوب نیست. برای تبابتش مصرف کلان لازم. بیچاره. یعنی اگر از دستم آید برای این کودک. فهمو. البته یوری میدیم. اینجا روز برق. الو استاد، من نرگس زود به سراغه گفتم آمدنتان لازم عاجلا. چرا نرگس، چی گپ است؟ استاد علی لطفا به گفتم کنید، سراغه را میدهم. چی کار کردنتان را نمیدانید. استاد علی به شما چه خوبی هایی کرده سبب نداره. خاموش مجبورم که همه مصرف رو من به عهده میگیرم، فقط فرقان طبابت یابد. عالی جناب، برای ما موافق. خدا شفا دهد. این طور باشد خبری خوش رو به فرقان رسانم. اگه کیلومتر ششم همینجاست. همینجا، تشکر. باوری داری؟ اگر اینجا فرایی دیگر ماشین نیافتن ممکن. انشاءالله راهش رو میابم، خاطر نشوید. اختیارات. نرگس 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 تو در کجایی؟ تو همین جایی؟ تشکر، پدرم بسیار کار میکنند اما باز نمیرسند. شد این مهم نیست، مهم آن است که تو صحت شوی. کلماتون رو عرضه کنید. الکی دمی مرگ است. و علی گدالو جوان مرد بوده ای، حیران موندم در این زمان که به طلبم چیزی شدت گفته به این جنگل زاری کس ناگذر می آید. باور کن استاد علی، مجبور نمی بودم این کار رو نمی کردم. با پدر زنگ زده خبر خوش را رسان. مالش می توانی به ملال زنگ زنی. تشکر با شما. این کی؟ باز کی باشد؟ الو سلام. چی؟ براستی؟
شد فهما میآیم. نترسید، به شما ضرر نمیرسد. شد پدرم میآیند. آن کس به شما معقول میشود اپر پینور. زیغ نشوید، کم ماند. آن را باز داشتن لازم. تو اینجا باش، من پلیس را صدا کنم. مالش استاد دوید. پلیس دوید زودتر، کاری مهم است. کنی رفتم. پسرم. دادا جون، اپر پینور دستشویی رفتند. حاضر میآیند. آن اپر پینور. پینور؟ نخود همین پینور ها؟ سلام، الهی شفا یابد. خدایا من چیکار کردم؟ چی شد کازیمکا؟ دادا چی شد؟ دادا جون؟ برادران ببخشید، نافهمی شد. برق، با تو صحبت کردن میخواهم. مرحمت. چرا اینقدر ضد استاد علی عمل میکنی؟ مگر فراموش کردی برایت چی کارهایی کرده بود؟ نه فراموش نکردم، لیکن انسان خوب نبوده است. ما اینجا برای آینده خود تلاش می‌ورزیم. با این درس خونیت فکری آینده رو کردنت حیرت آور. ترسیده ایستادید که با استاد علی چیزی میشود ها؟ چقدر امضا شد جورا؟ بسیار، اما این بسنده نه. برای چی؟ این کار تنها با امضا جمع کنی نمیشود. باید یگون کار دیگر کنیم. چی خیل کار؟ یعنی با درس ها نیز نمیدروی؟ شما نمیدونید این کارها چی خیل میشوند. جمع کنید، در پیش کار بسیار. زود باشید، زود. استاد وضعیت را فهمیدید. خواهید مرا به پلیس دهید، خواهید حبس کنید. گناهکارم. شما برای تکرار نکردن این کارها قول دادید. این خودش کفایه است. اما من یک چیز را نفهمیدم. به شما کی سپارش داد که مرا کشتن میخواهد؟ به من پول داده به این کار سپارش دادم. چی شد؟ میسوزد، یخ بیارید. حاضر. التجا دارم به اکام نگویید که سپارش رو مادرم داد. این مسئله رو اکام نفهمیده حل میکنم. اما من برادرم رو به نزدیکی یافتم. نمیخواهم دوباره از دست دهم. سبب این همه ناخوشی ها من هستم. به این هم خیلی مشقت دیدم. خودت میدانی
مادرم که بودن برادرم رو میداند؟ نه نگفتم. خیریه، تشکر. بله شما رو گوش میکنم. دیگر چیزی گفتن نمیخواهم، اما این مسئله حل شد. مبادا باز یگان کسی دیگر پیدا شود چی؟ دیگر کسی نیست و نخواهد پیدا شد. بله خالا جان، وضعیت همین. یک معلم بازن شونده معلم دیگر میگشته است. بله میگشته است. ما فرزندانمون را با کی باور کردیم؟ مگر اینها فرزندان ما را تعلیم میدهند؟ او چه؟ اگر خواهید پگاه با مکتب اومده با مدیر واخورید. فهمیدم که باز یک چند والدین هم میرفتن. مایلش میرویم. شرمندگی. معلم اگر این طور کند طلبه چی کارهایی نمی کند؟ نرگس، با پدرت صحبت کردم. در کدام خصوص؟ در خصوص مادرت. نرگس، پدرت میخواد که با مادرتون زندگی کنید. نه استاد، نه. پدرم صحت میشود. باز ما همچون پیشتر زندگی میکنیم. دخترم نرگس، درستش همین. در یادداری در مکتب برای تو حیاتش را زیر خطر گذاشتنی بود، میفهمی؟ خیر مادر خطا میکند، اما یگان مادر گنده نمیشود. آخر استاد، کودکان به شفقت مادر نیاز دارند. استاد اگر خواهر و دادرم رفتن خواهند مایلش، اما من با پدرم میمونم. اطمینان داری؟ بله استاد. همش دروغ بوده است. پدری اوزن جدی بود. ایستوکنی من حاضر در نزد خانه اوزن با وی صحبت کنم. مایلش شد. مایلش تا بازدید. فرای خولا؟ аллакай хола шудем. дурест пеш модар будем. ба хона даъват намекунӣ? با تو گپ زدن میخواهم. چی گپ میزنی؟ پینور مرا فریب داد. تمام. این طور نیست پسرم. با پینور گپ زدم. با علی همچون برادر مناسبت دارد. آن چیزی که من دیدم، اگر شما میدیدید این طور فکر نمیکردید. غزن جان پسرم، بیهوده عصبی میشوی. اگر از هم جدا شوید پشیمان میشوی، بعد دیر میشود. بگذار پشیمان شوم فهمو، اما این را وجدانم نمیبردارد. چرا وجدانت نمیبردارد؟ بیا آرامانه صحبت کنیم، بعد به یکم قرار بیاییم. قراری من قطعی است فرای خولا. دیگر با پینار بودن نمیخواهم. اگر گپی دیگری نداشته باشید مرحمت. شدم کی شدی کم بده غم تو نتانه ایره خدا میدانه ماشینای فسانی پیش مون رئیس جانشین شم دوانه فقط پول میتوانه 12 سال شید من به جای کارم
جدا از جوجه و از بامولانه فقط خدا میدانه اگر مرا خفه خوش تو منی من سرم را به تیا کش میکفانه او خونان میچکانه شو و عرب شاره چخچخی بختیار و تشریف جانه حافظای کلانه میگی نبا علوایش و میگه دمیر بکر کدایی نمیای خانه کتیم بای نمیخانه منیجه خواب در بالی نیگرمک ولی شمنم بر هفتم آشیانه با سوره یا فرزانه مرحمت کنید چای گرم گیرید معلم جان شما معلم سلامت باشید مرحمت استاد نوش جان کنید مرحمت جناب این برای شما نه تشکر منت دارم خدایا به من صبر ده بیایید با بخچه برایم در اینجا امضا کن نه اینجا برق میرا بردارد تو هم آدم شدی مثل آدم میگویم بردار رانز اینجا نباشد خودم میبردارم بردار سه جمع بردار تو تنها نفهمی بردار جانم گشت بدن بکن نپوچ اینجا بیا بس خاموش پلیس کنی همه با مجرای مدیر وکی گفتم زود زرد نمیست تو هم کوب کردن مگر این است راه حل مسئله دیگر طاقت نماند استاد مگر من درباره چنین عملهای بد و زشت کم سخن گفتم انسانی با مدنیت جنگ نمی کند شما کی شدید که اینجا جنگ میکنید ها؟ در این مکتب جای جنگ و جدال نیست محترم مدیر در اصل جنگ نه هجوم شده است در اصل در این کار همه گناهگارند لطفاً جدا نکنید محترم مدیر من با برق و طرفدارانش کفیلم محترم مدیر مراد گوکند و مرد از کردهشان پشیمانند سببگار این کار معلوم است گوخند، مراد و مرد به شما جزای مأموری داده می شود برای آخرین ناحقی است نخواد
بسیار موافق محترم مدیر. التماس آخرین بسیار جزای وزنین. قرار من همین. برایید. شما ایسته جناب یازن. ناحقی روی راست. به همش من گناهکارم. التماس این طور نگوید. شاگردانم به درس‌های من شرکت نمی کنند. به همش صبر کرده می توانم، اما به شاگرد نمی توانم. میفهمید؟ خواهش میکنم بس کنید. بیگناه بودنم را اثبات کرده نمی توانم. آخر اینجا مکتب است باورم نمیآید. فرزندم رو میگیرم نباشد. نمی شود. نتیجه نمی دهد. همشیره اندرنالین 1 میلی گرم. زود باشد همشیره. خدایا همشیره زود باشد. حاضر. من میخواهم که معلمان فرزندانمون با آنها نمونه باشند، اما استاد علی با این عملش با آنها نمونه شده نمیتواند. فردا اگر کودکان این کار رو تکرار کنند چی گفته میتوانیم؟ اگر استاد علی در این خصوص گفتنی داشته باشد او را گوش میکنیم. شما را گوش داریم استاد علی. تنها همین را گفته میتوانم که در حیاتم زنی کسی را با یا زن شونده کسی را با چشم بد ننگریستم و نمی نگرم. اینجا واقعی دیگر است. چگونه نادرست فهمی؟ آخر همه طلبگان شاهدی واقعه شدند. یک دنیا امضا هست اینجا. با اینش چی میگوید استاد علی؟ مرحمت گپ زنید. لیکن این را دانید که آن چیزی که شما میپندارید من حتی از گوشه خیالم نگذراندم، چون که از خدا میترسم و نمیخوام که خدا از من برنجد. نخواهید باور نکنید، من بیگناهم. مایلش استاد، لیکن چرا اینقدر گپ را توپ میدهید؟ روی راست گپ زنید، راستش رو فهمید. زید نی بلکه دستگیرتون شوید. خواهش والدین محترم در این بابت روشن است. این را در نزد مفتش هم با آواز بلند خواهند گفت. میدونم. حادثه که در مکتبمون شده گذشت به والدین بسیار تأثیر کرده است. برای آنکه به بچه ها تأثیر نکند از شما خواهش استعفا را دارم. خوب میشد این کار را با دست خود کرده از این مکتب می رفتید. در عکس حال آنها با واسطه سود این را عملی می کنند. در آن صورت دیگر به شما معلم شده کار کردن امکان ناپذیر می گردد.